اگه تنبلی تخمدان پولیکیستیک داری، باید بدونی بدن تو نسبت به استرس بسیار حساس هست. موثرترین ورزش برای تو اونی نیستش که کالری بیشتری رو میسوزونه، بلکه اون ورزشی هست که سطح کورتیزول بدن تو بالاتر نمیبره. تمرینات خیلی سنگین مثل هیت یا دویدن به صورت روزانه میتونه باعث خستگی محور آدرنال و افزایش مزمن کورتیزول در بدنت بشه. مطالعات نشون داده ورزش‌های هوازی که به صورت متوسط و روزانه انجام میشه میتونه باعث بهبود پاسخ بدن به استرس و همینطور کاهش افسردگی و اضطراب در زنان مبتلا به PCOS بشه. نکته مهم اینجاست، ورزشی رو که انجام میدی باید بر اساس تایپ PCOS باشه. اگه مقاومت به انسولین داری، ورزش‌های قدرتی میتونه انتخاب خوبی باشه. اگه PCOS التهابی داری، ورزش‌های ملایم مثل یوگا و تمرینات کششی انتخابای خوبی هستش. و اگه PCOS لاغر داری، تعادلی بین ورزش‌های هوازی و قدرتی انتخاب مناسبیه. و در PCOS های وابسته به کورتیزول، ورزش‌های سنگین مثل هیت مطلقاً ممنوع هست. نکات تکمیلی رو کپشن گذاشتم، فراموشت نشه.